نسرین هستم و امروز میخوایم بریم قشم. فقط هم میخوایم بریم با من همراه باشید. رسیدیم ایستگاه راه آهن. داخل قطار خیلی قشنگه. بالاخره رسیدیم و بعد از گذشت 20 ساعت رسیدیم بندر عباس. حدوداً 10 دقیقه طول کشید تا از ایستگاه راه آهن رسیدیم اسکله شهید افغانی. تقریبا 50 دقیقه طول کشید تا رسیدیم قشم. اینجا هم بازار درگاهان، مرکز درگاه. امروز دیگه بعد اینکه رسیدیم قشم، چون سویتمون توی درگاهان بود دیگه مجبور شدیم بیایم اینجا و اول روزمون رو با خرید شروع می‌کنیم. امروز داریم میریم به سمت جنگل حرا و تنگه چاهکو. توی راه اومدیم این آبنباره. بعدیم آب نداشتم از این همه جا درست کردم که آب بارون ذخیره بشه و ازش استفاده کنیم. یکیشونه بزرگه، بازسازی هم شده این یکی. اینم این یکی دیگه است. سر خیلی خنکه. گنبدی درست میکنه. خب این گنبدی شکل باعث میشه که آب داخلش اینم از شترهای سر راه. بیاین داخل داداشا خانوما بیاین. این مدل گرون‌تره. فروش این صدفا چنده؟
This shark. Is it a baby shark or Yes. they grow bigger? Yes, they grow bigger, but not much like this size. But it's باید گرفتیم میخوایم سوار قایق بشیم بریم جنگل های هرا رو بگردیم. خارج اون دکل خرک. دوستمون از خارج اومده بود بعد میخواست عکس بگیره از مارمولک و حشرات و پرنده ها و اینجور چیزا. به خاطر همین موقعی که سطح آب پایین بود اون موقع اومدیم جنگل هرا و الان موقعی که سطح آب بالاست اون موقع هم خیلی قشنگه. اینجا هم میگو داره. میخوای ببینیم میگو. بله. These are shrimps. Is it shrimp? Yes. این گیت کل خرچنگ و مارمولک و این اصداری چون دردی کشی میرم به خیلی زیاد. الان اومدیم لنسازی گوران. Boat for tourists. This is for cars. خیلی هم We بزرگه. use it because between Dubai and here, we use this kind of boat for stuff. Yeah. And it's good job actually. It's good business. چرا قشنگ درستش اینا کردن. همه با چوبه. آره خیلی قشنگ. It's خیلی all هم made بزرگه. by wood and it's all handmade. They even do. I think they are making movie here. دارن فیلم درست میکنن. I think they are making movie. دانش ساخت این لنجا سطح جهانی شده. اینجا هم که دارن فیلم میسازن. یه فیلم برداره اینجاست. جونم الان میرم پیشش دیدمه. اومدیم تنگه چاهکو. تنگه چاهکو. آبا بردار 1 کیلومتر برای مرسی. خواهد ویتامین C لیمونات همش داره. این درخت رو ببینید خیلی قشنگه. And they said that they found the first human being
الان دارن عکس میگیرن. رو بگی تا آخری رو بگی تا همونجا بندازیدونه یه خورده پیاده روی داشت منم صندل کنم به نظر من اگه خواستید بیاید کفش اسپورت بپوشید خیلی بهتر تماشا چی؟ اگه اینا هم دیگه نباشدیم عکس همینجا الان بیاد برکسات ترک بندازن. Così,